به نام خدای مهربونم. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با مراقبه درخواست حمایت ویژه از فرشتگان شرف ونوس در خدمت شما هستم. شرف ونوس یکی از شرف‌های هفتگانه هست. فرشتگان شرف ونوس فرشتگانی هستند که قادرند روابط عاطفی ما رو بهبود ببخشند و در جذب عشق و جفت روحی و برگشت عشق و ازدواج به ما کمک می‌کنند. هدف از این مراقبه درخواست از حمایت های ویژه از این فرشتگان مهربان برای عشق و ازدواج است. لطفاً به مکان ساکت و خلوت و آرامی برید. به پشت دراز بکشین. خودتو کاملا رها کن. ببین که تمام قسمت‌های بدنت کاملا رها و وانهاده باشه. هیچ عضله‌ای تحت فشار و انقباض نباشه. حالا چشماتو ببند. توجهتو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی. نفس عمیق بکش و آرامش رو جذب و دریافت کن. نفس‌های عمیق بکش. ذهنتو از هر فکری رها و آزاد کن و کاملا رها و ریلکس باش. به هیچ چی فکر نکن. حالا فرشتگان آرامش رو صدا بزن و درخواست آرامش بیشتری بکن. از صمیم قلب و با تمام وجودت بگو: فرشتگان آرامش، درخواست میکنم همیشه و همه جا با من باشین و انرژی های الهی و آرام بخشتون رو بر من جاری کنین. فرشتگان آرامش، درخواست میکنم در این لحظه های زیبا انرژی های آرام بخشتون رو به طور ویژه بر من جاری کنین و کالبد منو با انرژی های الهیتون سیراب کنید. برای حضور و همراهی و انرژی های آرامش بخشتون با تمام وجودم ممنونم و سپاسگزارم. متشکرم و سپاسگزارم. نفس عمیق بکش. دم و بازدم. شما اکنون آرام و رها هستین.
برای اینکه آرامش رو بهتر احساس کنین، لحظاتی خودتون رو زیر دوش نور سبز رنگ ببینین و در تصویر ذهنیت ببینی نور سبز کمرنگ که متعلق به فرشتگان آرامش هست، مثل باران از آسمان جاری میشه و بر شما فرو میریزه و آرامش عمیقی رو بهت هدیه میده. این تصویر ذهنی رو کاملا احساس کن و از بودن در نور سبز لذت ببر. خودتو زیر نور سبز کمرنگ تصور کن. کاملا این نور سبز رنگ تمام وجودتو در بر گرفته. کاملا حسش کن. حالا از فرشتگان نگهبانت بخوا که در این مراقبه شما رو همراهی کنن. ای فرشتگان نگهبانم، از شما درخواست میکنم در این مراقبه همراه من باشین و به من کمک کنین تا از این مراقبه نتایج بسیار عالی بگیرم. به من کمک کنین تا اثرات مثبت این تمرین رو به خوبی جذب و دریافت کنم. فرشتگان نگهبانم، برای حضورتون بسیار سپاسگزارم. حالا نفس عمیق بکش و تصور کن که در یک مکان بسیار زیبا و رویایی ایستاده ای. این مکان هر جا میتونه باشه، ولی این مکان خیلی زیبا و غیر قابل توصیفه. لحظاتی بهتون زمان میدم که شما خودتون رو در این مکان زیبا و رویایی تصور کنید. حالا آغوشتو باز کن و صدا بزن: فرشتگان الهی، فرشتگان مقرب، فرشتگان 7 شرف، فرشتگان شرف ونوس. خیلی خوشحالم که در سرزمینی هستم که میتونم شما رو ببینم و خواسته هامو با شما در میون بذارم. من به حضور شما و حمایت های شما کاملا ایمان دارم. من قدردان و سپاسگزار حضور و حمایت های عاطفی شما هستم.
خوب میدانم که شما و خداوند مهربان که آفریننده عشق و محبت است میخواهید که من به عشقم برسم و با هم زندگی شاد و رویایی و عاشقانه‌ای داشته باشیم و به اوج سعادت و خوشبختی برسیم. خوب میدانم که پروردگارم به زودی عشقم را وارد زندگیم میکند. فرشتگان الهی، فرشتگان مقرب، فرشتگان 7 شرف، فرشتگان شرف ونوس، از شما درخواست میکنم که جفت روحی و همسر الهی من را به سوی من و زندگی من وارد کنید. از شما درخواست میکنم که رابطه منو با عشق زندگی بهبود ببخشید. از شما تقاضا میکنم کاری کنید که شریک عاطفی من بسیار عاشق و مطیع من بشه، بسیار به من مهر بورزه و با من مهربان و خوش رفتار باشه. ای فرشتگان شرف ونوس، از شما میخواهم که تمام موانع که بر سر راه وصال ما هست از میان بردارید. از شما درخواست میکنم که مهر و محبت و عشق بیکران از من در دل و جان و ذهن شریک عاطفی هم قرار بدین. از شما میخواهم که کاری کنید که عشقم شب و روز به من فکر کنه. از شما میخواهم که همتای عاطفی منو تنها منو ببینه و از نظر او من زیباترین و بهترین و عالیترین همسر و شریک روحی زندگیش باشم. فرشتگان الهی، فرشتگان مقرب، فرشتگان 7 شرف، فرشتگان شرف ونوس، به من کمک نمایین که عشقم هرچه زودتر به من پیام بده و با من ارتباط برقرار کنه. عشق و محبتش رو به من ابراز کند، دوستم داشته باشه و برای همیشه و از همه نظر منو حمایت کنه. درخواست میکنم که چشم ظاهر و باطن منو بر روی حمایت‌های عاطفی خودتون باز کنین تا اونها رو ببینم و جذب کنم.
درخواست میکنم که عشقمون رو به نور الهی خود تقدس ببخشین و اونو ابدی نمایین. حالا لحظاتی بهتون فرصت میدم تا غیر از چیزایی که بهتون گفتم هر تقاضای دیگه، هر تقاضای عاطفی که از فرشتگان شرف ونوس دارین به اونا درخواست بدید. هر چی که دوست دارین و هر چی که میخواین. من بهتون فرصت میدم شما هر تقاضایی دارین انجام بدید. فرشتگان الهی، فرشتگان مقرب، فرشتگان 7 شرف، فرشتگان شرف ونوس، درخواست میکنم که عشقمان را به نور الهی خودتون تقدس ببخشید و آن را ابدی نمایید. من به شما ایمان کامل دارم و مطمئنم در اسرع وقت و به زیباترین شکل ممکن خواسته هایم را اجابت می کنید. از امروز منتظر حمایت های عاطفی شما هستم. ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. حالا وقتشه که آروم و با شمارش من به سطح هوشیاریتون برگردید. 1 2 3 4 5 6 7. چشماتون رو باز کنید و به سطح هوشیاریتون برگردین. امیدوارم عشق بر شما جاری باشه، همیشه و همیشه به همه آرزوهاتون برسید و عشق زندگیتون همیشه با بهترین شکل ممکن دوستتون داشته باشه و همون که میخواین باشه. امیدوارم این مراقبه زیبا رو انجام بدین و ازش نهایت لذت و استفاده رو ببرین. خیلی دوستتون دارم. لطفاً منو با لایک و سابسکرایب حمایت کنین. تا مراقبه بعدی، بدرود.